مردم به این درک خواهیم رسید با هم، با این کاری که داریم میکنیم به زور میرسیم. با درد و زایمان و خونابه این کار اتفاق میفته آقای حکیمی. همونطوری که تو رسیدی، همونطوری که مارس رسیده، همونطوری که فریاد رسیده، همونطوری که آرش رسیده. شما خودتون رو دست کم گرفتید. جهان یعنی تو. این دنیا با تو معنا داره. بی تو جهانی نیست، گویی که قبل از تو نبود. تو این جهان رو میسازی، تو تاریخ رو میسازی، تو تمدن رو میسازی، تو جاودانه میشی در این تاریخ، تو میراث برای فرزندانت میسازی، تو آینده میسازی، تو این کارا رو میکنی. باید برسه، تو میرسونی. مگه تو نرسیدی؟ دست بقیه هم بگیر بکش بالا. اینجاست که دیگران فکر میکردن که تو حرفایی که میزنی مخالفت با اوه، تو مخالفت با انحراف میکردی. تو مخالفت با سطحی بودگی، بهادادگی، بی هیچ منفعتی میکردی. امروز تو اونو داری تو خیابون ضد گلوله میکنی، تو حاکمیت رو عقب میرانی. سپاه پاسداران حرامزاده غیر قانونی بداره با ما روبروه. چرا سپاه پاسداران صدای ما میترسه، نمیذاره صدای ما رو پخش کنن؟ چرا میترسه؟ چون این صدای مردم قصدمند میترسه ازش. اینو منتشر کنید. سرهنگ دودان، سرهنگ دودان، از کنار من سرهنگ دودان. دانه بدن